اپیزود 1 پارت 8. عنوان: کلمه وقتی زبان شروع به درمان می کند. در نگاه روزمره ما حرف می زنیم تا چیزی را منتقل کنیم: اطلاعات، احساس، خواسته. اما در روانکاوی حرف زدن فقط انتقال نیست، بلکه تبدیل است. یعنی گفتن چیزی خودش نوعی عمل است، عملی که ذهن را حرکت می دهد. فروید فهمید وقتی بیمار درباره گذشته، ترس‌ها یا رؤیاهایش حرف می‌زند، چیزی در درونش تغییر می‌کند. انگار با گفتن نیروهای سرکوب شده شکل تازه‌ای برای ابراز پیدا می‌کنند و از زندان ناخودآگاه رها می‌شوند. به همین دلیل روانکاوی را درمان از راه گفتن نامیدند. اما چرا گفتن چنین نیرویی دارد؟ چون کلمه فقط صدا نیست، حامل معناست و معنا همان چیزی است که ذهن انسان را می‌سازد. لکان، روانکاو فرانسوی قرن 20 گفت: ناخودآگاه ساختاری مانند زبان دارد. یعنی ذهن ما در قالب نشانه‌ها، واژگان و روایات شکل گرفته است. ما فقط با زبان فکر نمی کنیم، بلکه در زبان زندگی می کنیم. پس اگر جایی در زبان ما اختلال ایجاد شود، اگر کلمه‌ای ممنوع، ناگفته یا تحریف شود، روان هم دچار گره می شود. در اتاق تحلیل بیمار آزاد است که هرچه به ذهنش می آید بگوید. فروید این را قاعده تداعی آزاد نامید. یعنی هیچ چیز نباید سانسور شود، حتی بی ربط ترین جمله، لغزش یا سکوت. چون ناخودآگاه دقیقاً در همین نقاط خودش را نشان می دهد. ذهن ما به ظاهر پراکنده حرف می زند، اما در زیر این پراکندگی رشته‌ای از معنا وجود دارد که اگر آن را دنبال کنی به هسته رنج می رسی. مثل نقشه‌ای از نشانه‌ها که در پایان تو را به راز پنهان می برد. روانکاو در این میان قاضی یا مشاور نیست، شنونده است که به زبان پنهان گوش می دهد. او به چگونگی گفتن توجه می کند، نه فقط به چه گفتن. مثلا اگر بیماری درباره مرگ پدرش می گوید اما می خندد، روانکاو از خودش می پرسد این خنده چه می گوید؟ شاید خنده سپری است در برابر سوگواری، شاید ترسی از ضعف، شاید حتی لذتی پنهان از رهایی. در روانکاوی هر کلمه دو معنا دارد، معنای سطحی و معنای پنهان، و هدف تحلیل این است که فاصله میان این دو را آشکار کند. گاهی بیمار بارها و بارها داستانی را تعریف می کند بیان که چیزی تغییر کند. این یعنی هنوز آن داستان را زیسته، نه فهمیده. اما لحظه‌ای که بتواند درباره اش حرف بزند، با احساسی تازه، با واژه‌ای متفاوت، با مکسی صادقانه، همان لحظه روان حرکت می کند. چون گفتن در واقع ترجمه احساس به زبان است. چیزی که در بدن گیر کرده بود، در قالب واژه جاری می شود و این همان لحظه آزادی است. اما زبان فقط شفا نمی دهد، گاهی هم پنهان می کند. ما با زبان دروغ می گوییم، نه فقط به دیگران، بلکه به خودمان. کلمه ها مثل دیوار عمل می کنند، هم محافظ و هم زندان. مثلا کسی می گوید من ناراحت نیستم، فقط خسته‌ام. این جمله سپر زبانی است. روانکاو با دقت به همین سپرها گوش می دهد
نه برای افشای دروغ، بلکه برای دیدن آنچه پشت واژه‌ها پنهان شده. او می‌داند زبان انسان همیشه دو لایه دارد، سطحی برای بقا، عمقی برای حقیقت. لاکان می‌گفت در روانکاوی بیمار نمی‌فهمد که چه می‌گوید، بلکه از طریق گفتن می‌فهمد. یعنی معنا از پیش وجود ندارد، در جریان گفتگو خلق می‌شود. این همان تفاوت گفتگوی روزمره با گفتگوی تحلیلی است. در گفتگوی معمولی ما حرف میزنیم تا دیگران بفهمند، اما در تحلیل ما حرف میزنیم تا خودمان بفهمیم و گاهی تنها وقتی کلمه را بر زبان می آوریم تازه میفهمیم چه در درونمان بوده است. در پایان باید بگویم که روانکاوی علم گوش دادن است. گوش دادن به کلمه هایی که از دهان می افتند، به مکث هایی که میان جملات می نشینند، به لغزش هایی که به ظاهر تصادفی اند. چون در روانکاوی تصادف وجود ندارد. هر لغزش، هر شوخی، هر فراموشی نشانه است از زبان ناخودآگاه که تلاش می کند خودش را به آگاهی برساند. در پارت بعد خواهیم دید این زبان چگونه در بدن هم حرف می زند، جایی که روان و جسم دیگر دو چیز جدا نیستند. پارت نهم درباره بدن، نشانه و روانتنی است. وقتی بدن تبدیل می شود به صحنه‌ای برای حرفهای نگفته.